به درخواست خودتون میخوام یک مومنتومی رو بزنم که باعث شده که یک تقاضایی رو بشکنه و به یک سطح پایین‌تری برسه. من الان اینجای بازار هستم و اینکه میخوام تحلیل کنم توی چه پارامتری هستم و برم وارد معاملاتش بشم در جهت پارامتر فعلی بازارم. من الان میبینم که روی سقف تاریخی هستم و هیچ گذشته مارکتی من ندارم. خب پس یعنی عملا من هیچ عرضه یعنی سقف نزولی که میشه اسمارت مانی و هیچ مقاومتی که میشه کلاسیکی ندارم که بگم قیمت به اون ناحیه برخورد کرده و من میتونم ازش انتظار یک تغییر پارامتر، انتظار یک برگشت یا انتظار یک ریورسی رو داشته باشم. خب تا به اینجا میدونم که فعلا توی پارامتر روند هستم. برای اینکه مطمئنم بشم که توی پارامتر روند هستم و یک چیز رو در تایم 15 دقیقه حتما چکش کنم که میریم توی 15 دقیقه چکش میکنیم. قبل از اینکه توی تایم 15 دقیقه من بخوام چیزی رو چک بکنم، اول باید سطوح کلیدیم رو در تایم 4 ساعته بیام رسم بکنم. سطوح کلیدیم در تایم 4 ساعته میشه چی؟ میشه کلاسیک سعودی و اسمارت مانی سعودی که کلاسیک میشه مقاومت که تبدیل شده به حمایت به خاطر شکستش. اینجا برای من شکست اتفاق افتاده و تبدیل شده به یک حمایت. خب این میشه کلاسیک من که مقاومت تبدیل میشه به حمایت. خب جدا از این من چی دیگه نیاز دارم؟ من چیز دیگه که نیاز دارم که بیام کف صعودی خودم رو رسم بکنم، یعنی منشأ حرکتم رو بیام رسمش کنم. خب از حمایتم کف صعودی میشه چی؟ میشه تقاضا یا همون دمندم که توی این ناحیه میشه تقاضای من اینجا. خب این الان تقاضای منه، یعنی کف صعودی من، دمند 4 ساعته من. خب من نوایی‌هام رو رسم کردم و الان میدونم که اگر پارامتر مومنتوم وارد مارکت بشه، مومنتوم میتونه ریزش داشته باشه تا این دو تا ناحیه اصلی. یعنی چی؟ یعنی حمایت 4 ساعته و تقاضای 4 ساعته. باشه تو تایم 4 ساعته نوایی‌های من 80 پیپه، ولی چون اینجا میخوام توضیحات مهمتری رو بدم دیگه خودم رو درگیر اون 80 پیپه 4 ساعته نمیکنم. خب الان من تایم 15 دقیقه مطمئن بشم که آیا در جهت پارامتر روند هستم یا نه. ببینید اسمارت مانی میگه چی؟ میگه در صعود کفهای صعودی اهمیت دارن. خب بعد استاد آهنگری هم میگن در روند صعودی آخرین کف اهمیت داره که اگر آخرین کف شکسته بشود مابقی کفهای صعودی شما فقط حکم تارگت و حکم یک ریورس رو دارن. برای همین میگم مابقی کفهای صعودی رو به خاطر ریورسش نیاید 50 پیپ پلتتون رو توی یک ضرری ببرید. خب من در تایم 15 دقیقه الان در تایم 15 دقیقه من باید دنبال آخرین کف صعودی خودم باشم. خب من در تایم 15 دقیقه آخرین کف صعودی من کجاست؟ کف صعودی من الان اینجاست، یعنی عرضه 15 دقیقه من که من 60 پیپ میگیرمش توی 15 دقیقه ناحیه‌هام رو. اینجا فعلا خودم رو درگیر پیپ ها نمی کنم. میخوام مفاهیم های اصلی تر و مهمتری گفته بشه. تقاضای 15 دقیقه. خب حالا کاری که من خیلی انجام میدم که خب خروجی خیلی خوبی هم داره چیه؟ اینه که زمانی که من تقاضای 15 دقیقه رو رسم میکنم حتما ناحیه رو به سمت چپ هدایتش میکنم که اگر شادویی داره
یا اگر کندل تک رنگ مخالفی داره حتما باش گرفته بشه. خب میبینم اینجا من یک کندل تک رنگ مخالف دارم. خب چرا میگم برام مهمه؟ به این دلیل میگم صعودی که از این ناحیه اتفاق افتاده و رفته بالا به خاطر برخورد به این نقد شدن در تایم پایین تر بوده. پس برای من اهمیت داره. پس میام با هم تلاقیشون میدم که از شکست های فیکم جلوگیری کنم. این آخرین کف منه. خب الان چون میدونم که دیگه وارد پارامتر مومنتوم شده، کلاسیکش رو رسم نمی‌کنم و کلاسیک رو توی مومنتوم براتون میگم. من الان برای اینکه تغییر پارامتری اتفاق بیفته، CH و CH اتفاق بیفته، باید چه اتفاقی بیفته؟ باید تقاضای من شکسته بشه. یعنی چی؟ یعنی آخرین کف صعودی من شکسته بشه. یعنی چی؟ یعنی ساختار صعودی من باید شکسته بشه. تا مادامی که آخرین کف صعودی من شکسته نشده، ما همچنان روند هستیم و میتونیم روی تقاضا معامله خرید بگیریم. خب برم یک کمی جلوتر که یک کمی بحث رو بازتر کنم. کمی کاتش کنم. من میتونم روی این تقاضا وارد معامله خرید بشم؟ میگم بله، کف صعودی شکسته نشده، روند قبل از رنجمونم صعودیه، پس من میتونم با توجه به این توضیحات وارد معامله خرید بشم. ولی این دوتا دلیل به تنهایی کفایت نمیکنه که من معامله خرید بگیرم. میگم تعداد برخورد به این سطح استاتیک خیلی زیاد شده. گفته خود استاد آهنگری هرچه تعداد برخورد به سطح استاتیک بیشتر باشه، اعتبار سطح کمتر و شکننده تر میشه. من نمیدونم اینجا آیا اوردر خریدی وجود داره یا نه، نمیدونم پندینگی هست یا نه، نمیدونم آیا کسی باز هم اینجا میخواد وارد معامله خرید بشه یا نه. من خودم شخصا نمیشم. من خودم فقط تا دو برخورد اول رو میگیرم. ولی اگر کسی میخواد بگیره، طبق اصول درسته، میتونه بگیره. صعودی روند قبل از رنجش هم مجدد صعوده، پس میتونه بگیره. اگر نمیگیرم به خاطر تعداد برخورد بهش نمیام بگیرم. من جدا از تعداد برخورد زیادی که داره، یک دلیل دیگه هم برای این که اینجا وارد معامله خرید نشم و یک هشدار و یک نگرش رو به هم داده که چی؟ که آقا خانم اینجا پارامتر داره تغییر میکنه، حواست باشه که اینجا دیگه خریداری وجود نداره. حالا این هشداره، این الرته که زده میشه غیر از تعداد برخوردی که داره چیه؟ مبحث شیبه، اندازه گام حرکتی و زاویه گام حرکتی که خود استاد آهنگری هم گفتن. زمانی که ما به یک سطح مهمی میرسیم برای اینکه متوجه بشیم که صعود قرار تموم بشه و وارد یک نزولی بشیم، شیب میتونه این نگرش رو به من بده. شیب نقطه ورود معامله نیست. یعنی من دقیقا دارم گفته‌های خود استاد آهنگری رو بهتون میگم که بدونید که هر چیزی که میگم از خودم نیست و تمام منبع و اطلاعاتم دوره جامع و کامل 0 تا 1000 هست. خب گفتن برای اینکه متوجه بشید صعود داره تموم میشه، خریداری وجود نداره، میتونه از مبحث شیب استفاده کنید. خب شیب دو تا چیز رو باید با هم بسنجیم: اندازه گام حرکتی، زاویه گام حرکتی. همجنس و همجنس هم حتی باید بیاد سنجیده بشه. خب زمانی که میبینم رسیده به تقاضای 15 دقیقه من که یک سری خرید میگیرم و من خرید نمیگیرم، میگم چی؟ میگم اولا تعداد برخورد به تقاضا زیاده، پس شکننده شده و اعتبار زیادی برای من نداره، ورود نمیزنم.
2. تقاضای 15 دقیقه ساختار به چه صورت بهش رسیده؟ با یک ساختار نزولی بهش رسیده. ساختارش هم براتون رسم بکنم. با یک ساختار نزولی. کف پایین تر، این کف پایین ترش، سقفش. این سقف کجا ثبت میشه؟ زمانی که از رنج خارج بشه و زیر این کف کلوز بده. خب کلوز داد، سقف ثبت شد. کف پایین تر، سقف پایین تر. برای من با یک ساختار نزولی رسیده. پس این دومین دلیلی که بهم میگه اینجا وارد معامله خرید نشد. سومین دلیل، شیب داره این نگرش رو بهم میده. بهم میگه چی؟ میگه اندازه گام حرکتیم رفته به رفته بیشتر شده. زاویه گام حرکتیم بیشتر شده. اندازه گام حرکتی یعنی چی؟ یعنی میزان پیپ ریزشی که داشته. خب الان ببینید میگم قیمت تا اینجا چند پیپ ریزش داشته؟ تا اینجا برای من یه چیزی حدود 460 پیپ ریزش داشته. تو گام بعدی چقدر ریزش داشته؟ تو گام بعدی برای من چیزی حدود 300 و خورده. 300 پیپ. خب یه 160 پیپ کمتر. این اندازه. حالا زاویه گامم چی شده؟ میگم زاویه این گامم تندتر شده، یعنی شیبش کمتر شده. حالت یک خط صاف رو داریم که ببینید اینجا یه حالت خط بهتره که یه فلش بندازم که متوجه شیبش بشید. ببینید این به چه صورت اومده پایین، متمایل به یک خط صافه، ولی اینو ببینید یه کمی شیبش بیشتره. خب الان با توجه به اینها من متوجه میشم که بهتره من اینجا وارد معامله خرید نشم. خب توی بحث ترید نکردن رو زودتر از ترید کردن یاد بگیری، چون یک سری جاها واقعا نباید ترید کرد. من الان میدونم اینجا جای من نیست، جای مناسب من نیست. به خاطر یک معامله ریسکی نمیام تمام معاملات‌های خوبم رو در روزهای آینده از دست بدم. فقط به خاطر چی؟ فقط به خاطر که الا بلا من روی ناحیه باید معامله بزنم. نه، قرار نیست شما هر روز معامله کنید و قرار نیست شما همه این معاملات ها رو بگیرید و همه این نواحی ها رو ورود بزنید. خب بریم ادامه. خب یه تقاضای من شکسته شد، تقاضای من شکسته نشده. خب پس من باید چیکار کنم؟ من الان باید بیام تقاضا رو آپدیتش بکنم، چون هنوز شکسته نشده. من اینو پاکش کنم که اذیت نشه. خب من این رو آپدیتش نمی کنم. به چه دلیل؟ صبر میکنم تثبیت بهم بده. خب همون تثبیت سکندلی که استاد میگن که برآیند سکندل اگر به نزول بود، خب پس میتونه اون شکست معتبر باشه. صبر میکنم برام مشخص بشه. خب ببینید الان برآیند این 3 تا کندل، یک سبز و 2 تا قرمز بعدش برآیند کندلم به نزول بود. پس من اینو به عنوان شکست حسابش میکنم. ولی به عنوان شکستی که ورود بزنم نه. چرا؟ چون میگم پارامتر من تغییر کرده و وارد پارامتر مومنتوم شدم، وارد پارامتر نزول شدم. پس معامله‌گران معاملات خودشون رو روی نواحی‌های نزولی، روی ساختارهای نزولی میاست میکنن، نه تقاضایی که شکسته. کسی که روی تقاضای شکسته شده وارد معامله میشه، در واقع داره وارد معامله خروج از رنج میشه. توصیه کنم 4 جا ما میتونیم خلاف
روند معامله کنیم. 1. برخورد سوم به سقف رنجی که روند قبلش صعودیه. 2. شکست رنج از هر سمتی که باشد. خب که این شکستش چجوریه؟ شستش به استاب چون روند قبلش صعودیه و شکستش هم معتبر. جای سوم الگوی QM هست که هم در انتهای رونده و هم در انتهای اصلاح میشه ازش استفاده کرد. و 4مین جا ورود روی عرضه و تقاضای اصلی که حالا یه سری شرط و شروط داره که فعلا وارد اون شرط و شروط ها نمیشم و خواستم بدونی که کسی که اینجا ورود میزنه بر اساس چه چیزی داره ورود میزنه. بر اساس همون معامل یکی از 4 جایی که میتونه وارد معامله بشه. من خودم شخصا اینجا وارد معامله نمیشه. کجا وارد معامله میشه؟ من اینو پاکش میکنم. میگم الان مومنتوم به نزوله. فروشنده نوای فروشش روی ساختار نزولیش رسم میکنه. مگر قرار باشه جایی وارد معامله بشم روی ساختار نزولی وارد معامله میشم. یعنی کجا؟ یعنی سقف نزولی که میشه عرضه که مورد قبول اسمارت مانی هاست. چرا؟ چون که اسمارت مانی میگه در نزول سقف ها مهم هستن و در صعود کف ها و مقاومت هم اینجا میشه. چرا؟ چون با این کندل اومده شکسته شده، پس اینجا میشه مقاومت من. مقاومت منم مورد قبول کلاسیک کارهاست. اسمارت مانی کارها اصلا کلاسیک کارها رو قبول ندارم. خب من خودم هم کلاسیکم هم اسمارت مانی کار هستم، هر دو رو کار میکنم. خب عرضه‌ای که رسمش کردم یک کمی امتدادش میدم به سمت چپ. میبینم یک تک کندل، یک شادوی من دارم، همون چیزی که گفتم این ریزش به دلیل برخورد به این نقد شدن در تایم پایین تر بوده، پس من میتونم باش بگیرم. با این شادو میگیرم و منتظر میمونم که قیمت بهش برسه. تارگت کجاست؟ زمانی که مومنتوم وارد مارکت میشه 2 تا تارگت داره. 1 حمایت 4 ساعته که میشه کلاسیک 4 ساعته و تقاضای 4 ساعته که در واقع میشه اسمارت مانی 4 ساعته. خب الان منتظر حمایت میشم، ببخشید مقاومت مومنتوم کارم میشه. ببخشید چرا اینجوری شد؟ لحظه سریع رفت. خب بزنم تا اینجا. خب هنوز به مقاومت من نرسیده، کاتش کنم. یه لحظه سریع رفت. خب این تا اینجا. منتظرم به مقاومت مومنتومم برسه. حمایت 4 ساعتم سر راهم دارم. بریم جلوتر. خب رسید حمایت 4 ساعته. آیا من میتونم روی حمایت 4 ساعته ورود بزنم؟ خود مومنتوم 2 تا تارگت داره، یا حمایت 4 ساعته یا تقاضای 4 ساعته. مومنتوم اولین تارگتش رو دیده قبل از اینکه اصلا به نوای ساختار نزولیش برسه. آیا میتونم روی حمایت 4 ساعته ورود بزنم؟ شما روی حمایت 4 ساعته هم میتونید ورود بزنید. خب چرا؟ چون که سطح کلاسیک 4 ساعته است که کسایی که تحلیلشون توی روزانه است و ورودشون توی 4 ساعته است خیلی راحت میتونن اینجا ورود رو بزنن. جمله‌ای که استاد آهنگری گفتن چی؟ گفتن که اگر مومنتوم بیشتر از 50% یک لگ رو اصلاح بکنه اولویت با چیه؟ با مومنتومه. به این معنی نیست که حمایت 4 ساعته ورود نداره، به این معنیه که معاملات مومنتوم ریسک کمتری داره چون بیشتر از لول فیبوی نیم رو اومده اصلاح کرده. ما بریم چک کنیم ببینیم. این تایم 4 ساعته. میخوام ببینم کجاست. آیا لول نیم رو اصلاح کرده یا نه؟ خب فیبو رو برمیدارم، صفرم اینجا و 1 هم
اینجا روی این کف تقاضا میبینم بیشترینیم رو اصلاح کرده. خب پس یعنی معاملات مومنتوم ریسک کمتری نسبت به معاملات خریدم دارن. ولی همونجور که من در تایم 15 دقیقه روی کلاسیک ورود میزنم، کسی هم که توی تایم 4 ساعته داره تحلیل میکنه و دنبال ورود هست، قطعا اینجا هم ورود خودش رو داره. حالا میتونه جنس معاملش جنس ریسک باشه. پس من میتونم اینجا وارد معامله خرید بشم. با کدوم تارگت؟ با کدوم استاپ؟ برم اول تایم 5 دقیقه تاییدیم رو بگیرم، زومش کنم. خب یک تاییدیه بهم بده. خب یک تاییدیه اینگالف بهم داد که تونست کندل قبل خودش رو بپوشونه. من اینجا وارد معامله خرید میشم. تارگت هم کجا؟ استاپ هم کجا؟ استاپ هم رو میزنم زیر یک گره مینور یا زیر یک FVG. برم عقب‌تر اینجا. زیر این که طبیعتا نمیذارم چون خیلی بهش نزدیکه و استاپ هم رو میذارم زیر این نقد شدنه که در تایم زیر این کندلش میذارم. خب برم جلو 15 دقیقه. استاپ هم اینجا. برم توی 15 دقیقه ببینم آیا چیزی دارم یا نه. دقیقا روی 15 دقیقه زیر همین کفه. پس بهتره همین کف 15 دقیقه رو برش بذارم چون کف 15 دقیقه این FVGش رو کاملا پر کرده. پس میذارم تا اینجا. تارگت هم رو الان میخوام ببینم کجاست. برم پاکش کنم. تارگت. خب ببینید مومنتوم هنوز توی مارکته تا زمانی که آخرین سقف نزولیش رو بشکنیم. من اینجا یه دونه عرضه اسمارت مانی دارم، یعنی سقف نزولی و یه مقاومت دارم. خب تا تکلیف این مقاومت کلاسیک مشخص نشه که من نمیتونم بیام روی عرضه ورود بزنم که. پس میام میگم تارگت معامله خرید من تا اینجا. اگر اینجا به تاییدیه یک کندلی برای فروش داد، من این رو معاملم رو خارج میشم و معامله فروشم رو میزنم. خب بریم ببینیم آیا تاییدیه میده یا نه. خب بریم جلوتر. خب برم 5 دقیقه ببینم آیا بهم تاییدیه میده که من اینجا وارد معامله فروش بشم و معامله خریدم رو ببندم یا نه. 5 دقیقه نداده هنوزم، پس میتونستم باز نگه دارم. بیا تا اینجا. پس الان دیگه مقاومت هم رو حذفش میکنم چون که قراره الان از سقف نزولی اسمارت مانی که مال بانک تریدر هاست من وارد معامله سل بشم. مقاومت پاک میشه. برم جلوتر ببینم تایید بهم میده. هر جا بهم تایید داد من رو خروج میزنم. اینجا به من معامله فروشم رو تاییدیم رو، یعنی سر این کندل پین با اینگار معامله من بسته شد، معامله خرید. حالا میخوام وارد معامله فروش بشم در جهت مومنتومم. تاییدیم رو دارم. این تاییدیه من. خب استاپ هم کجا؟ استاپ پشت یک سقف. اینجا سقف جالبی ندارم که اینه، ولی خب خیلی بزرگه. سعی میکنم برم 1 دقیقه رو چک بکنم یک سقف بهتری پیدا کنم. توی تایم 1 دقیقه سقف من الان اینجا بین این 2 سقف برابر میذارم. اوکیه دیگه تکونش نمیدم، همینجا خوبه.
الان تارگت هم کجا؟ تارگت هم میشه تا کف رنج اسمارت مانی. کف رنج اسمارت مانی من یعنی کجا؟ من یکم بزرگترش کنم. کف رنج اسمارت مانی دقیقاً میافته روی حمایت 4 ساعته. هم کف رنج اسمارت مانی که اگر با شروط شکسته شد، من میتونم وارد معامله چی بشم؟ میتونم وارد معامله فروش در جهت مومنتومم بشم، یا اگر معامله خرید بهم داد، میتونم در جهت معامله خرید باش پیش برم. خب میرم تا اینجا. بریم جلوتر. کمی بایستم. خب اینجا آیا من میتونم استیلیش رو بزنم؟ میگم که اولا مومنتوم تارگت اولش رو دیده و قیمت از حمایت 4 ساعته بلند شده. بالاخره حمایت 4 ساعته نسبت به 15 دقیقه قدرت بیشتری داره دیگه. میگم به دیده. از طرفی میگم که FTB من که اینجا بوده هنوز کف رو ندیده. FTB من کف رو ندیده، نتونسته برای من کف ببینه. و زمانی که نتونسته کف ببینه میگم چی؟ میگم در دل رنج برای من مارکت اومده یه کف بالاتر زده. این کف بالاتره. از کجا معلوم سقف بالاتر بزنه؟ از کجا معلوم بتونه بالای ناحیه برای من کلوز بده؟ خب پس من استیبی رو نمیزنم. به این معنی نیست که نمیشه زد. اگر میخواید بزن، اولا با توجه به این احتمالات ریسک معامله میره بالاتر. خب الان چیکار کنم؟ دلم میخواد ورود بزنم. میگم اگر که مدیریت ریسک و سرمایه‌ات رو رعایت کردی و از طرفی هم حد ضرر روزانت خورده نشد، میتونی روی این استیبی وارد معامله بشی. ولی حواست باشه FTB کف رو ندیده، قیمت از حمایت 4 ساعته بلند شده، روند کلی طلا صعودیه، مومنتوم نزولی، روند صعودیه. پس ممکنه بیاد استیبی معاملت رو بزنه. خب ولی کسی که FTB رو نگرفته بالاخره میاد اینجا استیبیش رو میگیره. میگه خب برخورد اول رو که نگرفتم، حداقل روی برخورد دوم ورود میزنم. یعنی میخوام بگم که این که میگم ورود نمیزنم به این معنی نیست که اصلا ورود نداره. خب اینم تا اینجا. بعد تارگتش هم به اندازه همونج برم 15 با همون تارگت، با همون استاپ. خب FTB و STB رو من وارد شدم. خب حالا کجا خروج میزنم؟ من این رو مجدد روی حمایت 4 ساعته خروجم رو میزنم. چون گفتم مومنتوم 2 تا تارگت داره، یا حمایت 4 ساعته و یا تقاضای 4 ساعته. هنوز روی حمایت 4 ساعته است. من که نمیتونم میخواد تقاضای 4 ساعته رو ببینه یا نه که بخوام چنین ریسکی روی معاملاتم داشته باشه. پس میذارم کف رنج خودش. خب ببندمش، بریم جلو. داخل رنج اسمارت مانی معامله ممنوع. خب تارگت معامله FTB و STB اینجا زده شد. خب حالا تکلیف چیه؟ تکلیف این که الان رسیده به حمایت 4 ساعته چیه؟ خب میگم بین دوتاش شاید بخواد یک رنجی تشکیل بده، چون دیدم که طلا میاد بین حمایت 4 ساعته و عرضه 15 دقیقه یه رنجی رو تشکیل میده که اگر چنین اتفاقی بیفته نمیشه تمام معاملات رو از دست بدی. میگم میتونی مجدد وارد معامله بشی. شما که روی عرضه استیو رو گرفتی، خب روی حمایت هم مجدد میتونی به یه ورود بزنی. ببینیم آیا به همون تاییدیه رو میده یا نمیده. فعلا تاییدیه من اینجا ندارم. بریم جلوتر ببینیم به همون تاییدیه میده یا نه.
تاییدیه نداده. برم 15 دقیقه. خب توی 15 دقیقه شکسته شده. خب پس یعنی چی؟ یعنی این حمایت تا 4 ساعت ورود نداره، شکسته شد. تمام. پس الان من میتونم چیکار کنم؟ حمایت من تبدیل به مقاومت میشه، مقاومت 15 دقیقه. عرضه من الان تغییر میکنه، یعنی یک کوچولو باید آپدیت بشه. به خاطر چی؟ به خاطر شکست های فیکی که داشته. الان عرضه من اینجا میشه. خب ببخشید دوستان، من یک کمی خب الان اینجا میشه عرضه من. خب که با این سقف برابرش میگم، یعنی در واقع سقف اصلیش کجا بوده؟ سقف اصلیش اینجاست. خب عرضه رو گرفتم، اینم مقاومتم. آیا مومنتوم میتونه بر اساس خروج از رنج وارد معامله بشه؟ اوکیه، میتونه وارد معامله بشه، ولی شروط شکست گفته بود چیه؟ شروط شکست گفته بود که 50% کندل شکست زیر ناحیه باشه، یعنی 30%. خب چیکار باید بکنه؟ میگن که میتونی ورود بزنی ولی ریسکیه. کاری که من انجام میدم، صبر میکنم برگرده قیمت و یه تاییدیه بهم بده. خب برم 5 دقیقه ببینم تاییدیه بهم میده یا نه، که روی 5 دقیقه ورود بزنم با تاییدیه. خب توی 5 دقیقه یه تاییدیه بهم داده که خیلی تاییدیه جالب نیست، ولی چون که مومنتوم اولین تارگت خودش رو شکونده، دیگه میدونم که میتونه تقاضای 4 ساعته رو ببینه. پس روی همین کندل های تاییدیه که خیلی هم جالب نیست، ریسکیه، میتونم وارد معامله بشم. اینجا با کدوم استاپ؟ من اینجا چیزی ندارم که براش استاپ بزنم. من 1 دقیقه یک سقف رو پیدا میکنم، دقیقا همینجا میذارمش بالای این سقف از جنس مینو. الان تارگت من کجاست؟ تارگتتون میتونه به اندازه عمق رنج اسمارت مانیتور یا تا کجا، یا میتونی بذار روی عرضه تقاضای 4 ساعت. خب ببینم رنج اسمارت مانیم چقدره. رنج اسمارت مانی من الان تا اینجاه، 680 پیپ. برم ببینم 680 پیپ تا کجا میشه. خب میشه تا این زیر تقاضا. خب هنوز تقاضا سر راهشه. زمانی که تقاضا رو نشکسته شاید تغییر پارامتر بده، من که نمیتونم اینجا بذارم که. میگم اوکی، پس تا اینجا میتونم منتظرش بمونم چون هنوز تقاضا سر راهشه. خب بریم جلوتر. خب تارگت من زده شد، نمیتونستم فراتر از اون تارگت بذارم چون که تقاضای من رو هنوز تکلیفش مشخص نشده. این تا اینجا رسید به تقاضا. خب شاید از همین تقاضا بخواد برای من تغییر پارامتر بده. اگر خواست تغییر پارامتر بده باید چیکار کنم؟ باید صبر کنم آخر عرضه من شکسته بشه. عرضه من که این بالاست، مسافت خیلی زیاد داره. خب خیلی مسافت زیاده. اگر که بخواد از همینجا بیاد وارد تغییر پارامتر بشه، من میگم چی؟ من میگم اگر این رنج، این سقف مقاومتی به سمت بالا شکست، میتونی بگی که تا این عرضه میتونه به صعودش ادامه بده، ولی از این عرضه ممکنه بره برای برخورد سوم. پس حواست باشه با شکست این سقف رنج کلاسیک نمیتونی بگی تغییر پارامتر برای من اتفاق افتاده. تغییر پارامتر باید ساختار بشکنه، یعنی سقف نزولیتون بشکنه. شما تا سقف نزولیتون، یعنی تا عرضتون، خیلی مسافت زیادی دارید. خب یعنی چقدر؟ یعنی یه چیزی حدوداً به 700 600 700 پیپ.
نمیشه که این 600 700 پیپ رو کلا بیخیالش بشیم دیگه. میگیم چی؟ میگیم که اگر رنج کلاسیکم، چون الان توی رنج کلاسیکم، اگر کلاسیکم به سمت بالا با شروط شکسته بشه، میتونم وارد معامله خرید بشم تا عرضه، چون که ممکنه از سقف نزولی مجدد به ریزش خودش ادامه بده. خب من که نمیدونم میخواد چه این کاری بکنه یا نه، شاید اصلا بخواد بیاد پایینتر رو بشکنه. پس باید یک نواحی برش داشته باشم، نواحی صعودم رو مشخص کردم که اگر از سقف بشکنه میره تا عرضه 15 دقیقه. الان اگر قرار باشه همچنان به ریزشش ادامه بده، تارگت تا کجاست؟ من اینو بخشیش رو کات میکنم چون 4 ساعته کامل نشون میده. خب در تا 4 ساعته اگر مومنتوم همچنان بخواد به ریزش خودش ادامه بده، میتونه تا این تقاضای 4 ساعته، یعنی کجا؟ یعنی تا این تقاضای 4 ساعته به ریزش خودش ادامه بده تا اینجا. خب تقاضای 4 ساعت با این شرط هم کامل میگیرمش. تا اینجا. خب زیر تقاضای 4 ساعته من یک گپ قیمتی بزرگی هم دارم که اینجا هم تلاقی داره با چی؟ تلاقی داره با حمایت 4 ساعتم. اینم حمایتش هم بکشم که دیگه نخوام بیام تایم 4 ساعته. اینجا هم میشه حمایت 4 ساعته من. خب نشونتون بدم که چرا شده حمایت 4 ساعته. خب به این دلیل اینکه این سقف زده شده، برای همین اینجا برای ما یه حمایت 4 ساعته است. خب من تا این 15 دقیقه، پس مومنتوم رو همچنان نزولش رو تارگتاشو براش گذاشتم. خب این هم تقاضا و اینم حمایت 4 ساعته. خب ببینید روی عرضه و تقاضای 4 ساعته با توجه به یه سری شروطی میتونیم مستقیم ورود بزنیم که هنوز بحثش رو باز نکردم، ولی بهتره که صبر کنه یک تغییر ساختار، یه CH و CH داده بشه. اگه روی حمایت و مقاومت 4 ساعته من خودم اصلا منتظر تغییر پارامتری نمیمونم، یعنی 95% مواقع منتظر تغییر ساختارش نمیمونم و سعی میکنم یه ورود کم حجمی بزنم، البته با توجه به اینکه شیب رو نگرشش رو ازش استفاده کنم، ببینم آیا شیب این نگرش رو بهم میده که میتونم روی حمایت 4 ساعته ورودی داشته باشم یا که نه. خب بریم جلوتر. مثلا تارگت صعود و نزولم مشخصه. خب شکستم فیک بوده، آپدیتش میکنم به اینجا. خب شکست، تقاضای من شکست، تقاضا رو پاک میکنم. یه لحظه من حواسم نبود اینو براتون رسمش نکردم، مومنتوم رو کفش رو رسم نکردم. کف مومنتوم یعنی حمایتشم دقیقا روی تقاضای 4 ساعت است. خب میگم هم تقاضای 4 ساعته برام شکسته شد، هم کف حمایتی مومنتوم کارم برای من شکسته شد. اینجا حمایت بود، شکسته شد مقاومت. پس الان عرضه من تغییر کرد، الان دیگه عرضه من اون بالا نیست، عرضه من الان اینجاست. این میشه عرضه من. خب این تقاضای 4 ساعت هم پاکش کنم. خب عرضه رو میکشمش به سمت چپ به همون دلیلی که بهتون گفتم، با این شادوها میگیرمش که شادوی بالاتری رو بگیرمش برش بهتر. خب شادو رو میگیرم. خب حالا
این شد عرضه من. الان اینجایی که عرضه من هست و این حمایت تبدیل شده به مقاومت، آیا من میتونم وارد معامله فروش بشم؟ میگم نه، نمیتونی روی مقاومت. چرا؟ چون تا این تقاضای 4 ساعته‌ای که اینجا هست تارگتی براش نداری، ریسک به ریوارد نمیخونه که بخوای ورود بزنی. کاملا مشخصه، خیلی فاصلهشون کمه که من بخوام روی کلاسیک ورود بزنم. پس چیکار کنم؟ میام مقاومت رو پر کنم. بیا رو اسمارت مانی، صبر کن که به اسمارت مانیت برسه. بریم جلوتر. به تقاضای 4 ساعته مستقیما ورود نمیزنم. خب رسید به عرضه. ببینم میتونم 5 دقیقه تاییدیه‌ای بگیرم یا نه. بتونم استاد آهنگری توی دورهشون چی گفتن گاهی اوقات قیمت یه جوری مومنتوم میرسه به ناحیت که اصلا بترسی وارد معامله فروشش بشی، یعنی حتی بترسی FTVش رو بگیری. خب برم 5 دقیقه اینجا یه دونه تاییدیه بگیرم. ببینم آیا من اینجا تاییدیه پیدا میکنم که وارد معامله بشم یا نه. FTV صفحه اسمارت مانیمه، میتونم ورودم رو بزنم. خب فعلا اینجا تاییدیه ندارم، برم 15 چکش کنم. 15 تاییدیه جالبی نمیتونه بهم بده. باز هم میرم جلوتر، هنوز ندارم چیزی. برم 15 ببینم بهم داده یا نه. خب هنوز نه. مجدد برم 5 دقیقه. بچه تایمر که 2-3 دقیقه مونده به تموم شدن لینک، لطفا یک نفر بهم بگه که من ویدیو رو 6 دقیقه. آره که استوب بزنم که با لینک بعدی بریم. خب برم جلوتر. خب هنوز ورودی نداره. آها الان اینجا تاییدیه است. میتونم با این تاییدیه ورود بزنم؟ بله، ورودم رو میزنم. اینجا با کدوم تارگت، با کدوم استاپ. تارگت هم میشه تا این کف که البته این کف هم الان باید آپدیت بشه، بیاد اینجا. آپدیتش میکنم تا این ناحیه. خب تارگت هم میشه تا اینجا. برم استاپش هم مشخص بکنم. استاپش هم پشت همین تک کندل سقف نزولیش میذارم. یعنی کجا؟ یعنی اینجا. یعنی ریوارد تقریبا 1 رو بهم میده. برم 15 دقیقه الان. خب این الان 15 دقیقه. اینم عرضه من که روش FTV گرفتم. خب حالا اینجایی که برای من عرضه هست و قیمت هم افتاده روی تقاضای 4 ساعته، در واقع من اینجا یه دونه کف رنج اسمارت مانی هم دارم. چی دارم؟ حمایت 4 ساعته. بخش حمایت 15 دقیقه که مال چیه؟ مال اسمارت مانیمه. رنج کف رنج اسمارت مانیه، تایم 15 دقیقه یعنی حمایت. بریم جلوتر. خب تارگت معامله من زده شد. اگر کفم بشکنه من باز هم نمیتونم وارد معامله فروش بشم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اینجا من یه حمایت 4 ساعته سر راه هم دارم که اینجا ریسک ریوارد نمیخونه، مگر اینکه سوپر فست اسکپ ها در تایم 1 دقیقه بیان این وسط ها یه ورودی بزنن و یه کجم کوچولی تارگت کوچولی بگیرن. ولی اگر برسه به عرضه خب میتونم مجدد یه ورود داشته باشم، اما میدونم که یه کمی ریسک داره چون 2 تا برخورد داره. برم جلوتر. شکستم فیکه چون که دارم میرسم به حمایت. رسیدم به حمایت 4 ساعته. خب الان روی حمایت 4 ساعته من میتونم اولا که این میشه مقاومت که مومنتوم کار روی مقاومت نمیتونه ورود بزنه چون که چیزی دیگه نداره. پس پاک میکنه، تقاضا هم شکسته شده، پاک میکنه. میره 5 دقیقه روی حمایت تاییدیه میگیره. 5 دقیقه تاییدیه ندادم ولی 15 تاییدیه دارم. وارد معامله میشه. با چه تارگتی؟
با تارگت فعلا تا عرضه. برم ببینم استاپش کجا میشه. من خیلی استاپش هم دقیقا زیر همین افتاده. درسته، استاپش هم خوبه. 2 دقیقه مونده. بله الان این تارگتش رو بزنه استاپ میکنم و با اون لینک میریم. تارگتش بزنه. خب این تا اینجا. بریم بچه با اون لینک بیایم، با لینک جدید بیام که من ادامه اینجا رو با لینک جدید بهتون بگم. بریم بچه با لینک جدید بیاید لطفا. خب ببینید تایم 5 دقیقه به چه دلیل فرود نزدم؟ 5 دقیقه به دلیل اینکه کندل تاییدیه‌ای من در تایم 5 دقیقه نداشتم. یعنی کجا؟ یعنی مریم مایک تو ببن. من اینجا تایم 5 دقیقه تاییدیه نداشتم. خب پس باید توی 15 دقیقه تاییدیه میگرفت. توی 15 دقیقه تاییدیه کندلیم شادو رو نپوشونده، ولی بدنه کندل نزولیم رو کامل پوشونده. خب فقط یک کوچولو شادو رو نتونسته بپوشونه، که در این صورت میگیم چی؟ میگیم یک کوچولو جنس معامله‌ام ریسکش کمی میره بالا، ولی به این معنی نیست که ورود نزنم. میگم اگر قرار بوده 2 صدم ورود بزنم، با توجه به این که نتونسته شادو رو بزنه بپوشونه 1 صدم ورود میزنم. حجمم رو میام پایین تر، نه اینکه کلا اصلا ورودی نداشته باشیم. حجممون رو میاریم پایین تر. خب این تا اینجا. ولی توی 5 دقیقه کندل قبلی خودش رو تونسته بود بپوشونه، یعنی ما 5 دقیقه اصلا تکرار تاییدیه 5 دقیقه اصلا تاییدیه نداشتم. یه کندل قبل خودش رو پوشونده بود، کندل دوم نمیتونستیم ورود بزنیم. اینجاها بله. خب این میشه تاییدیه 2 کندلی. 2 تا کندل بتونه این کندل قرمز رو بپوشونه. درست، اونو خیلی ممنون. میتونی ورد بزنی. بهش میگیم تاییدیه 2 کندلی، یعنی 2 تا کندل 5 دقیقه زمان میبره که یه دونه کندل 5 دقیقه قبل خودش رو بپوشونه. اونو بهش میگیم تاییدیه 2 کندل. ولی این الان 1 2 3 4 5 با کندل پنجمی تونسته بالای این کندل نزولی قرمز کلوز بده. 5 تا کندل زمان برده. خب طبیعتاً اصلا روش همچین ریسکی رو نمی‌کنم و میام 15 دقیقه میگم حداقل 15 دقیقه ریسک معاملم رو دارم کمتر میکنه. خب این تا اینجا توی حمایت. کسی که داره حمایت کار میکنه اصلا منتظر تغییر پارامتر نمیمونه. الان من اینجا یه ساختار صعودی دارم که اینجا برای من میشه حمایتم، چون اینجا برای من شکست اتفاق افتاده. خب حمایتش رو رسم کنم. اینجا یه حمایت 15 دقیقه. کفش کجا؟ کفش اینجا میشه تقاضای 15 دقیقه. تقاضای 15. میتونم روی این نواحی ها ورود بزنم. میام روی نواحی ها نمیتونی ورود بزنی، ریسک معاملتون زیاده. روی حمایت نمیتونی، ولی اگر رسید به این تقاضا میتونم. چرا؟ چون میگم تا عرضه 15 دقیقه، یعنی آخرین سقف نزولی یه مسیر رو دارم. ولی الان ببینید من اینو کوچیک‌ترش کنم. ببینید بخش من اینو حواسم نبوده زدم عرضه 4، این عرضه 15. خب تا زمانی که عرضه 15 نشکنه من نمیتونم ورود مجددی بزنم. باید تکلیف این آخرین سقف نزولی 15 دقیقه، یعنی پاور فعل بازار که به نزول هست، به مومنتوم هست، تکلیفش مشخص بشه. تا زمانی که تکلیفش مشخص نشه من نمیتونم برای این حمایت بیام یه تارگتی بالاتر قرار بدم
و یا اینکه روی نواحی‌های دیگه ورود بزنم. پس این حمایت رو ورود نمیزنم چون میگم مسیری نداره مگر اینکه به تقاضا بخواد برسه و اون در اون صورت یک ورودی بزنم. خب تارگت اینجا زده شد. آیا میتونم روی عرضه ورود بزنم؟ من تا 2 تا برخورد اول، این برخورد اول بود که من نگرفتمش چون تاییدیه نداد و اینم برخورد دومم بود که تاییدیه داد ورود زدم. برخورد سوم رو دیگه نمیگیرم. خب حالا ببینیم تکلیف چی میشه. ببینیم به تقاضا میرسه یا اینکه عرضه رو میشکنه. خب عرضه شکسته شد نه، شکسته نشد، میام آپدیتش میکنم. بریم جلوتر. آیا شکسته شد؟ نه همچنان شکسته نشد. من صبر میکنم تا یه شکست خوبی بده. شکسته نشده تا اینجا. خب الان شکسته شد. میدونید اون شکست هایی که اتفاق میافتاد به خاطر چی بود؟ به خاطر وجود گپ قیمتیش بود. بذارید من گپ قیمتیش رو رسم بکنم. به خاطر وجود این گپ قیمتی بود. شکست های فیکتون و افزایش اون رنجتون نه اینجا گپ نداره. شاید تایم بالاتر باید داشته باشه. صبر کنید. اینجا هم اینجا یک کوچولو گپ داره. ببینید اینجا به خاطر این گپ قیمتی تایم 30 دقیقه بوده. داشته می اومده اینا رو پرش کنه که البته تو خود ناحیه بوده که نیاز نیست حالا رسمش بده. خب شکسته شد بله ولی ATR خوبی نداره. من روی ورود بر اساس کندل شکست ورود نمیزنم. صبر میکنم تثبیت بده. 1 2 3. خب پس یعنی چی؟ یعنی که به نزوله. آپدیتش کن. مجدد صبر کنم. هنوز شکستم فیکه. توی شکست خوبی ببینید تا اینجا. خب حالا اینجا برای روندکار که از حمایت 4 ساعته وارد معامله شده اینجا برش یه دمنده. خب اینجا برش یه دمنده 15 دقیقه هست. یعنی یک کف صعودی جدید بهش داده دیگه. این کف صعودی آیا میتونه وارد معامله خرید بشه؟ اگر تارگتش بخونه میتونه. میخوام ببینم تارگتش میخونه یا نه. با استاپ. خب برم 5 دقیقه لحظه استاپ و تارگت فکر نمی کنم بخونه. تاییدی هم که اینجا باشه نه. ببینی اینجا 179 پیپ. استاپ هم که اینجا باشه 367 پیپ نمیخونه. و چون نمیخونه ورود نمیزنم و پاکش میکنم. برم جلوتر. هنوز شکستم فیکه. صبر میکنم تثبیت بده. 1 کندل 2 3 برایندش به صعوده. پس میام الان نواحی های صعودیم رو مجدد رسم میکنم. آخرین سقف نزولی منم شکسته شد. الان اینجا میشه حمایت من. حمایت 15 دقیقه. و این ناحیه هم برای من میشه تقاضای 15 دقیقه. خب زمانی که تقاضای 15 دقیقه رسم میکنم میبینم 2 تا کف برابر دارم که خود استاد آهنگری هم میگن 2 کف برابر که فاصله شون کمتر از 20 الی 30 پیپ باشه. یکی از این کف ها نقش نقدینگی رو داره. یعنی در واقع کف بالاتر نقش نقدینگی رو داره. یعنی اگر روی کف بالاتر بهتون تاییدیه به ورود داد استاپتون خیلی زیاد میشه. بریم جلوتر. خب هنوز به حمایت نرسیده. خب اینجا من مجدد یه حمایت
جدید دارم، حمایت جدیدم. اونی هم که بهش نمیرسه و میره بالا به خاطر وجود گپ قیمتی نایه بالاست هست، ولی چون در موردش تا حالا باتون صحبتی نکردم، یک کمی هم جزئیات داره، ترجیح میدم نوایاش رو براتون رسم نکنم. این حمایت همه. الان تقاضای جدید اصلی من اینجاست. بریم جلوتر. مارکت انگار نمیخواد بهش برسه. برم یک کمی ادامه بدم. خب کاتش کنم اینجا رو. خب میخوام ببینم این کف کوچیکی که اینجا هست برای من تقاضا هست یا نه. شک دارم. میخوام ببینم لول 236 رو دیده یا نه. خود گفته استاد آهنگری کفی که لول 236 رو ندیده باشه خیلی اعتباری نداره. لول 236 رو دیده، پس من اینجا تقاضا رو دارم. با این شادو میگیرمش، شادوی زیرش شه تقاضا. حمایت من کجاست؟ حمایت من هم میشه اینجاست که من یادم رفت روی حمایت ورودم رو بزنم. اشکال نداره، توی برگشت بهش ورود میزنم. من یه دونه مقاومت هم اینجا رسم بکنم که اگر شکسته شد با شروط شکست بتونم وارد معامله بشم. کمی درستش کنیم. خب بریم ببینیم چی میشه. هنوز شکستم فیکه. بعد هنوز نرفتم تا این 400 یک عرضه و مقاومتی براتون رسم کنم. شکستم فیکه. خب الان اینجا برای من تقاضا اینجا میشه. کف سعودی من الان اینجاست. خب این حمایت رو پاکش کنم. حمایتی ندارم ولی کف برام ثبت شده. هنوز شکستی ندارم. خب اینجا میتونم وارد معامله خرید بشم. بله روی این تقاضا میتونم. تقاضا رو به سمت چپ که بکشم یک کندل رنگ مخالف نقد شدن میبینم، پس میگیرمش با این تارگت. خب بریم 5 دقیقه ببینیم تاییدیه‌مون کجاست. اینجا بهم تاییدیه داده این، پس روی این تاییدیه من میتونم ورودم رو بزنم. این تاییدیه. خب استاپ معامله من کجا میشه که فکر نمی‌کنم ریسک وارد بخونه. استاپ معامله من اینجا زیر این کرد. فکر نمی‌کنم بخونه. اینکه 1 به 1 رو بخواد بهم بده. کمی جمع‌ترش کنم تا سقف مقاومتش یک کم بهش فشار بیارم میتونه. بذارید اینو واقعا اینجا 60 پیپش کنم. خب خیلی زیاده. نواهی 60 همجا که خب 1 به 1 رو میتونه بهم بده. بزنیم بریم جلوتر ببینیم چی میشه. وسط رنج اسمارت مانی هم که معامله من تارگت من زده شد تا اینجا. خب الان اینم از تارگتش. خب اینم تقاضا. فعلا همچنان تقاضای من اینجا هست. خب
الان مقاومت هم آیا شکسته شد؟ نه، شکستش فیک بوده تا اومده اینجا. آیا این بیش از 50% بالای ناحیه هست یا نه؟ میبینم 30% بیشتر نیست، ولی مومنتوم خوبی داره. به خاطر مومنتوم خوبی که داره وارد معامله میبینه خرید میشن با استاپ این زیر شادوها. خب تارگت هم ببینم به عرضه‌ای رسیدم یا به مقاومتی. تو صف تاریخی هم مجدد چیزی ندارم، به اندازه هم عمق رنجش میگیرم چون که سقفی ندارم. عمق رنج 345 پیپ، من 300 پیپ میگیرمش. خب خانم سفیان ببخشید تا از اینجا خارج نشدی میتونم یه سوال بپرسم؟ بله لطفاً برگردید عقب از من که تقاضای 15 دقیقه رسم کنید. چشم. الان من این بزنم 350. خب بفرمایید. اینجا که تقاضای 15 دقیقه رو رسم کردید بالاترش میخواستم ببینم چرا تقاضا اونجا نشد با توجه به اینکه یک کندل بالاترش کلوز بود. ببینید اینا داخل رنجن. خب تقاضای حمایت من اول اینجاها بوده. خب اینجا بوده که به خاطر شکست ویگش آپدیت شده. کف و سقف‌هایی که داخل رنج اسمارت مانی هستن خیلی اعتبار ندارن. یعنی هر چقدر که برید توی چارت کف و سقف‌های داخل رنج اسمارت مانی و داخل رنج کلاسیک رو رسم بکنی، هیچ کدومشون وین ریت خوبی نمیتونن بهتون بدن و معاملات خیلی ریسک کمی رو به ریسک بالایی رو بهتون میده. من خودم شخصا اصلا باشون کار نمیکنم و ندیدم هم که تا حالا ورودی بدن. معمولا روی همون اسمارت مانی اصلیشون میان ورود میدن. خیلی ممنون. خواهش چون میکنم. اصلاحش رو فکر میکنم بیشتر از 30% بوده به خاطر این گفتم که شاید تقاضا تغییر کنه. اصلاحش زیاد هست ولی داخل رنج اسمارت مانیه. یعنی اگر برید دوری 0 تا 1000 مبحث رنجش رو ببینید، خود استاد آهنگری هم حتی میگن ماژورهایی که مینور میسازن، یعنی برخوردهایی که به سقف رنجه. حالا این برخوردش به سقف رنج اتفاق نیفتاده ولی کفایی که داخل رنج اسمارت مانی هستن نقدینگی برای ما حساب میشن. خیلی ممنون. خانم یوسفیان سلام. سلام، وقتتون بخیر. ببخشید تا حالا از جا رد شدیم، من فقط این سوال رو مطرح میکنم اگه فرصت بود بعدا توضیح بفرمایید. بله خب مثلا در فرد تایم فریمی ما کلی دره و قله داریم. خب چه معیاری میتونیم داشته باشیم که بگیم مثلا این دره قله مال تایم فریم 5 دقیقه است یا مال تایم فریم مثلا 30 دقیقه است؟ حالا الان موردی بود که الان اینجا فرمودید که در رنج کلاسیک هست، اینا رو ما حساب نمی‌کنیم داخل رنج ها. حالا اگر فرصتی بود راجع به این موضوع یک توضیح بفرمایید. ببین من بخوام رو توضیح بدم باید این تیکه رو کلا ببرمش تایم 5 دقیقه و یه سری توضیحات دیگه ای بدم که الان خارج از این مبحث امشب و جلسه امشبه. خب و اینکه جدا از اونم میشه سوپر فست اسکپ در تایم 5 دقیقه که نمیتونم الان اینجا بهتون بگم چون ذهن بچه‌ها یه خورده به هم میریزه و بخوام توضیحات کلیم در موردش بدم. اول باید من بیام مبحث رنج رو بهتون آموزش بدم که رنجشون فکر کنم استاد آهنگری 3 جلسه در مورد رنجه که اون مبحث رنجی که دارن در موردش توضیح میدن خیلی به شدت مهمه، چون شما اگه اون مبحث رنج رو کامل آموزشش رو ببینید اصلا متوجه میشید که چرا اینها رو ورود نمیزنیم. خب حالا یه چیز دیگه ببینید، من که نوارامو میگیرم چقدر؟ میگیرم 60 پیپ. به این معنی نیست که همه میگیرن 60 پیپ. من کاتش کنم، قرار نیست که همه 60 پیپ. بر اساس یه سری چارت هایی که زدم به این نتیجه رسیدم که 60 پیپ کافیه. یک سری از ناحیه‌هاشون 100 پیپ.
120 یعنی چی؟ یعنی کل کندل رو میگیره. خب میاد بیشترش میکنه، میاد میگیره 100، چون دیدم که این کار رو میکنن، میان کل این رو از بالاترین شادو تا از بالاترین قیمت کندل تا پایین‌ترین قیمت کندل که من گرفتمش. خب میان به این صورت میگیرن که اینجا مقاومته. خب این تو اینجا. حالا استاد آهنگتی خود دورشون هم گفتن چی؟ کف هایی که، یعنی این کفی که توسط ماژور ایجاد بشه ارزش و اعتباری نداره. ماژوری که مینور بسازه، حالا میتونه مینور نسازه، ماژور بسازه، یعنی منظورشون اینه برخوردهایی که به سقف رنج اتفاق میفته و یک کفی رو برای شما ایجاد میکنه، کفای معتبری نیستن. حالا اینکه مثلا اصلاح هم کرده باشه، از 236 هم رد شده باشه، اینها دیگه اصلا ملاک نیست. نه ملاک نیست، میان برخوردهایی که به سقف رنج ماژوری که کف ایجاد کرده، اونها معتبر نیستن. خب دوستان تا همینجا کفایت میکنه. خب جلسه رو براتون آپلودش میکنم، میذارمش داخل کانال و اینکه اگر سوالی دارید از من بپرسین. سلام، وقت بخیر خانم یوسفیان. وقتتون بخیر، بفرمایید. باز میخوام، من چند تا سوال داشتم، خیلی کوتاه مختصر ازتون میپرسم. بفرمایید. توی چند هفته‌ای که گذشت بازار طلا خیلی رنج بدی داشت و خیلی از تریدرها رو اذیت کرد. شما به غیر از نماد طلا نماد دیگه ای رو پیشنهاد میکنید؟ نقره خیلی خوبه و پوند به دلار. یعنی اگر من خودم شخصا بعد از طلا بخوام سمت نمادی دیگه توی فارکس برم، قطعا پوند به دلار و یا نقره است. یعنی فقط این دوتا رو باشون کار میکنم. اگر بخوام توی کریپتو هم خب قطعا بیت کوین. بسیار عالی. سوالی بعدی که داشتم از خدمتتون اینه که توی اکثر، یا میتونم بگم توی همه ویدیوهای آموزشی که شما ارائه دادین، ما از پارامتر سطح شروع میکنیم به تحلیل، ولی توی لایو مارکت از یک پارامتر سطح تا پارامتر سطح بعدی که به صورت اصلی ما وارد تحلیل میشیم هفته ها طول میکشه. ما بین این پارامتر سطح و این پارامتر سطح ما باید چی کار کنیم؟ یعنی به چه صورت وارد پوزیشن بشیم؟ به چه صورت دنبال تریگرهای ورود بگردیم؟ الان مثالی که امروز زدم دقیقا همین جور بود. قیمت روی سقف تاریخی بود، یعنی به عرضه 4 ساعته یا مقاومت 4 ساعته سد راهش نبود و من توی پارامتر روند بودم و میتونستم روی کفای صعودی شروع کنم به خریدن. دقیقا همین اتفاق افتاد. هیچ چیزی سد راهش نبود و من در جهت روند بودم. شما چه در جهت، اگر در جهت پارامتر مومنتوم بودید، یعنی دیدید که آخرین کف صعودیتون شکسته شده، حتما حمایت و 4 ساعت مقاومتتون رو رصد کنید. اگر دیدید که حمایت و تقاضای 4 ساعته رو رصد کنید، اگر دیدید قیمت هنوز بهش نرسید، منتظر ورود روی نواحی‌های نزولیتون باشید. خب یا مثلا اگر که تقاضای 4 ساعته اومده تغییر پارامتر داده و شما ورود اوایلش رو نگرفتید و اگر دید قیمت هنوز مقاومت و عرضه 4 ساعته رو ندیده، یعنی که شما هنوز روندکاری. دست شما قیمت تا زمانی که حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضای 4 ساعته رو نبینه، هیچ حرکت خاصی رو انجام نمیده. یعنی مومنتوم تا حمایت رو نبینه هیچ کاری نمیکنه، انقدر به ریزشش ادامه میده تا حمایت رو ببینه و زمانی که حمایتش رو شکست، انقدر به ریزشش ادامه میده تا به تقاضای 4 ساعته برسه و این ریورس هایی که میره بالا
خب فقط برای چیه؟ برای اینکه قیمت به نواحی نزولی برسه و اون ریورس ها در واقع کفهای صعودی گذشته بازار هستن که گفتیم کفهای صعودی به عنوان تارگت و به عنوان ریورس هستن. بسیار عالی. من متاسفانه نتونستم توی آخرین دوره آموزشی عمومیتون شرکت کنم. آیا شما بازم دوره برگزار خواهید کرد؟ یعنی امیدوار ما رو نگه می‌دارین یا خیر؟ دوره هایی که برگزار میکنم اینجوریه که من تا دوره 3 ماهم تموم نشه دوره دیگه رو برگزار نمیکنم. یعنی میذارم که اون دوره 3 ماهم 80% مسیر رو بچه ها رفته باشن، 80 مسیری که رفتن و خیالم دیگه راحت تره بعدش برای دوره جدید اقدام میکنم. یعنی الان دوره فعلی 3 ماهه من بچه ها این رو تازه جلسه 8مشون بوده تا جلسه 24مشون تا اینکه 3 تا جلسه هدیه بک تست رایگان من براشون بزنم هنوز مونده که بخوام دوره عمومی برگزار بکنم. پس یعنی تا 3 ماه آینده هیچ دوره برگزار نخواهید کرد؟ عمومی نه، چون یه کمی عمومی فشار بیشتره، چون تعداد بالاخره بیشتره، یه خورده زمانی بیشتری رو ازم میگیره. خیلی متشکرم از شما. خواهش میکنم. خب دوستان پس من ویدیو رو میذارم توی کانال، امیدوارم که تونسته باشم اطلاعاتم. صوفیان جانم خسته نباش. مرسی. سلام. ببخشید یه سوال داشتم از خدمتتون. بله داخل گروه تلگرام زمانی که ویدیو رو آپلود کردین 2 قسمت نظرات من یه سالی ازتون پرسیدم در مورد اعتماد به نفس و روانشناسی. خب گفتید که بعدا در موردش توضیح میدم. اگر امکانش هست یه محبت کنید یه توضیح برام بدین. بچه متشکرم. ببینید اعتماد به نفس و روانشناسی بخوام در موردش صحبت کنم خیلی مفصله. خود استاد آهنگری هم 6 جلسه فقط در موردش صحبت کردم. من میگم اعتماد به نفس از کجا میاد برای اینکه به معاملات پایبند بمونی. اعتماد به نفس از اونجایی میاد که به پلنت اعتماد داشته باشی. خب یعنی تا زمانی که به پلنت، به استراتژی، به ناحیه‌ای که داری ورود میزنی اعتماد نداشته باشی بهت اجازه نمیده که پایبند بمونی. یعنی الان خود من میگم معاملاتم یا تارگت یا استاپ، مگر اینکه یه سری مواقع جاهایی من مجبور بشم که بیام حالا یه ریسک انجام شه، مثلا از 100 تا معامله 2 تا 3 تاش رو این کارو میکنم. حالا این از کجا میاد که من حاضرم معاملا تا ریوارد 7 رو بره ولی نبندمش رو بیاد استاپم رو بزنه، به خاطر اعتماد به پلنمه. چرا میگم اوکی ریوارد 7 رو از دست دادم، استاپ من زده شد، قرار نیست که تمام معاملاتی من دیگه استاپ بشه. این استاپ شد اشکالی نداره ولی معاملات بعدی من تارگت میشه. معاملات قبلی منم اکثرشون تارگت شده به خاطر اعتماد به پلنی که دارم، اعتماد به اون نواحی که دارم و از طرفی هم که پارامتر رو خوب شناختم، ناحیه‌ام به درستی تونستم تشخیص بدم، نه که بگم قطعا درسته چون قطعیتی وجود نداره، من نمیتونم دست مارکت رو کامل بخونم. میگم یک اعتماد 90% بهش دارم، خب پایبند بهش میمونم، میگم یا تارگت یا استاپ. تارگت شو خب نوش جونم آفرینم ندارم، بالاخره کارم اینه. استاپ هم شد بازم نوش جونم فدا سرم، ناراحت شدن نداره چون قرار نیست که تمام معاملات من استاپ بشه. روانشناسی هم برمیگرده به خودشناسی، یعنی شما باید خودت رو بشناسی، روانت رو بشناسی، اینکه میتونی آیا هیجانت رو کنترل کنی، آیا اینکه معامله یه خورده میره توی ضرر، آیا انقدر مسلط هستی اون لحظه به خودت که منطقی فکر کنی، عقلانی فکر کنی، تصمیم درستی بگیری که استاپت رو نداری، استاپت رو جابجا نکنی. حتی دیدم یک سری میان حجم وارد میکنن، یک حجم دیگه ای میزنن، یعنی دیگه واقعا داری میریسه ها، پارامتر تغییر کرده ها ولی بازم داره حجم میزنه به نیت اینکه برگرده. خب چه شخصی این کارو میکنه؟ شخصی که پلن نداره و شخصی که اصلا نمیتونه هیجانات خودش رو کنترل کنه. خود استاد آهنگری هم میگن 90% بازار روانشناسیه. شما روانتون رو که بشناسید ما بقیه مسیر
راحته. شاید این که من روانم رو زودتر تونستم بشناسم و به مرحله برسم، خب این قطعا به خاطر این بوده که من رشتم روانشناسی بوده و تونستم به اون خودشناسی توی همون دوره دانشگاه هم برسم. و این به این معنی نیست که قراره همه اینقدر سریع برسن. یک نفر سریعتر میرسه، یک نفر زمان میبره، ولی مهم اینه که به خودشناسی برسی، شروع کنید. حالا کتاب نیاز هست بخونید، ویدیو نیاز هست ببینید، یا اینکه به نظرم 6 جلسه دوره استاد آهنگری رو باز هم ببینید، چون در مورد روانشناسی خیلی خوب صحبت میکنن. ممنون دستون در نکنه. آخه ما مشکل که مبتدی هستیم، هنوز تازه اول راهیم و به خاطر همین بعضی وقتا مثلا ناامید میشیم، بعضی وقت ادامه میدیم و همین برام سوال بود که وضعیت شما به چه شکلی که بالاخره تونستید به سود مستمر برسید. ببینید مبتدی‌ها واقعا حق دارن که توی این مرحله باشن، چون خودم مبتدی بودم. بالاخره این چیزی که شما داری میگید رو اون زمانم بالاخره من تجربهش کردم. به این معنی نبوده که من در تمام معاملاتم منطقی بودم، منطقی رفتار کردم، منطقی فکر کردم. نه، اصلا اینطور نبوده. من هم داشتم یه سری اشتباهاتی، یه سری جایی که حسابم رو جابجا کردم، حجم وارد کردم، بوده اینها. ولی از یه جایی به بعد نذاشتم ادامه پیدا، نذاشتم یک عادت بدی بشه که این عادت بد تکرار بشه. من بچهای دوره خودم میدونن سر دوره 0 تا 1000، خب من اصلا به دوره 0 تا 1000 اعتماد نداشتم. میگفتم که خب استاد آهنگری تازه اون لحظه اسمشون افتاد توی زبان مردم، گفتم خب اوکی، این دوره رایگان مثل تمام دوره های رایگان دیگه که دیدم حتما آبکیه. اصلا اعتماد نداشتم. خب چون که من تمام مباحث دوره 0 تا 1000 رو میدونستم، خب ولی نمیدونستم چجوری باش معامله کنم، نمیدونستم چیکار کنم. و بعدش من فلسفه تمام دانسته هام رو توی دوره 0 تا 1000 پیدا کردم. خب و اینکه یک سریا با دوره 0 تا 1000 نتونستم به سود برسن، خب ولی یک سریای زیاد خودش رو تونستن به سود برسن. اون یک سریایی که نتونستن به سود برسن به دلیل که هر جلسه‌ای که میدیدن تیکه های پازل مهم اون جلسه رو با خودشون بر نمی داشتن برن در جلسه بعدی، چون این جلسات زنجیرواره. زنجیروار باید شما جلو برید و این زنجیره ها و این پازل ها رو کنار هم دیگه بچینید و به یه خروجی برسید. خب مثلا دوره 0 تا 1000 به وضوح نگفته تغییر پارامتر، به وضوح نگفتن که اگر به عرضه رسید، اگر به مقاومت رسید چیکار کنیم. خب به وضوح نگفتن پارامتر مومنتوم چجوری شکل میگیره. ولی پارامتر مومنتوم که شکل میگیره یعنی کجا؟ یعنی همون مبحثی که استاد آهنگری دارن برای مومنتوم صحبت میکنن که میگن ساختار صعودی، مومنتوم نزولی، اونجا دارن در موردش صحبت میکنن، ولی به وضوح گفته نشده. برای افراد مبتدی واقعا یه خورده سخت بود. برای خودم که مبتدی نبودم تقریبا، برای من خب یه خورده سخت بود، چون 6 ماه زمان برد درکش کنم، 6 ماه زمان برد که پلن بنویسم. خب تا بیام پلن رو بنویسم خب واقعا خیلی اذیت شدم، چون من تنها بودم و خودم داشتم تمام مسیر رو برم. خب تو این مسیر خورده یه سری اتفاقات افتاد، افسردگی گرفتم، گوشه‌گیر شدم، چون به هر دری که میزدم پلن جواب نمیداد. و خب میخوام بگم اگر این مسیری که شما مبتدی‌ها دارید میرید، هر بار که میرید به بنبست میخورید، بدونید که شما تنها نیستید. افرادی بودن که قبل از شما به بنبست‌های زیادی رسیدن و افرادی هم هستن که بعد از شما این بنبست‌ها رو میبینن. مهم همون تکرار و تمرین و تکرار و استمرار داشتن. شما یه چیزی که به صورت مداوم تمرین کنی، تکرار بکنی، یاد میگیری. یه جمله خیلی قشنگم که استاد آهنگری میگن چی؟ گفتن که این نکات، این تجربه از دل بازار اومده. و من خیلی برام عجیب بود که این یعنی چی، این حرفی که میزنن. زمان که خودم رفتم توی مارکت، خودم یه سری چیزا رو بر اساس تجربه به دست آوردم. خب و متوجه شدم بله، بازار همه چیز اون اطلاعاتی که این استاد میگه نیست. یک سری چیزها رو خودت تجربه میکنی. خب و بر اساس تجربه پلن تکمیل میشه. استاد آهنگری زمانش رو نداشتن که بتونن ریز به ریز و جزئیات رو انقدر ریز به ریز بگن و واقعا طبیعیه. یه حالت
کلی گویی بود، یک مجموعه ای از اطلاعات بود که گفتن این مجموعه اطلاعات رو طبقش پلن بنویسید. خب که من طبق من یکی تو مجموعه چیزهایی که نیاز بود برای پلن رو آوردم بیرون و دورم رو کردم آموزش پلن، یعنی جوری که تحلیل میکنم، جوری که ورود میزنم، جوری که استاپ میذارم. یعنی توی پلن من الگوی هارمونیک وجود نداره، الگوی کلاسیک وجود نداره، الیوت وجود نداره، وایکوف وجود نداره، خطوط غیر همجنس وجود نداره، هیچ کدوم اصلا مکدی، اندیکاتور، اسیلاتور، هیچ چیزی وجود نداره. چرا؟ به خاطر یک جمله استاد که گفتن ساختار همه چیز بازاره. یعنی شما ساختار رو بخون، به هیچ کدوم از این وسایل کمکی نیاز نداری. دقیقاً من چارتایی که تو این پنجره براتون زدم هیچ کدوم از اینا رو چک نکردم. چرا؟ چون میدونستم که ساختار همه چیز بازاره و میومدم فقط بر اساس سطح استاتیکم نقطه ورود به معامله میگرفتم. چرا؟ چون خود استاد آهنگری گفتن خط روند، الگوهای کلاسیک، الگوهای هارمونیک، اندیکاتور، اسیلاتور، فیبو، شیب، هیچ کدومشون نقطه ورود به معامله نیستن، نگرش بهتون میدن و تنها چیزی که نقطه ورود میده استاتیکه. چرا؟ چون که استاتیک از دل بازار اومده بیرون. از دل بازار اومده بیرون یعنی چی؟ یعنی از با توجه به ساختار داشته رسم شده. زمانی که این چیزها رو میگفتن متوجه شدم که نباید تحت هیچ شرایطی سمت وسایل کمکی برم و خودم رو فقط وابسته کردم به ساختار. گفتم من یک ساختار نزولی دارم، یک ساختار صعودی دارم و یک چیزم دارم بدون ساختار که بهش میگیم اثبات. تمام شد و رفت. همین سه تا چیز رو اگر کامل بتونید درک بکنید دیگه بقیه مسیر راحته. جانم ممنونم. مرسی، بفهمید. خسته نباشین. عرض متشکرم. ادب اول خدمت شما و همه دوستان. من 4 جلسه قبلیتون رو دیدم، خیلی تاثیرگذار بود تو معامله گریم. خدا رو بعد شکر. تونستم که استاپامو کلا حذف کنم، یعنی هفته گذشته من حتی یک استاپ هم نداشتم، خدا رو شکر. با اینکه بازار از توی دل رنج بود و شاهد ریزش بودیم و در نهایت این کندل سعودی آخر که الان توی چارت مشخص هستش. یه راهنمایی میخواستم ازتون. آخرین سقف 15 دقیقه ما الان توسط این کندل شکسته شده؟ الان براتون میزنم. آخرین سقف نزولی شما تو این چارت شکسته نشد. یه لحظه کاتش کنم که بریم. خب بریم توی تایم 15 دقیقه. اولا که قیمت از حمایت 4 ساعته رفته بالا که گفتم مومنتوم 2 تا تارگت داره. حمایت 4 ساعته که دقیقاً از حمایت 4 ساعته رفته بالا. این از حمایت 4 ساعتش. خب حالا بریم آیا سقفش رو شکونده یا نشکونده. اصلا سقف اصلی کجاست؟ جمعش میکنم. خب سقف اصلی من الان مارکت رو یه کمی زومش کنم، میبینید چقدر فشردگی داره. من اینجا رو کات کنم چون اینجا صعود بوده، کاری باش ندارم. خب میبینید الان اینجا بازار چقدر فشردگی داره که اجازه نمیده من سقفم رو درستی رسم بکنم. زمانی که این اتفاق میفته برمیگردیم به حرف استاد آهنگری. چی گفتن؟ گفتن که ببینید ساختار در کدام تایم فریمه. یعنی چی؟ یعنی این ساختار نزولی در کدام تایم فریم بهتر دیده میشه. زمانی که توی 15 دقیقه میبینم انقدر من توی فشردگی هستم و به هم اجازه نمیده ساختار رو بخونم. من که قرار نیست که همیشه ساختار رو بتونم به درستی بخونم. گاهی اوقات مارکت یه جوری میشه که به هم اجازه خوندن بازار رو نمیده. خب میام تایمم رو تغییر میدم، میام تایم بالاتر، چون گفتن در تایم 30 دقیقه و 1 ساعت ساختار وجود داره. تنها 95% توی 15 دقیقه. میام تایم 30 دقیقه. الان توی تایم 30 دقیقه خیلی قشنگ کف و سقف برای من مشخص شد. ببینید الان سقف من یه لحظه
الان سقف اون من تصویر با دیلی. الان تصویر دارید؟ آره. خب الان سقف من اینه، عرضه من. چرا عرضه من اینه؟ به دلیل اینکه من منتظر شکست این کف بودم. کفش کجاست؟ یه فلش برمیدارم خیلی قشنگ میگم کفم اینجا بوده، کف اصلی. من منتظر شکست این کف بودم. خب منتظر شکست این کف بودم. میبینید تمامش رو شکستای فیک دارم میدن و میرن سمت بالا. تمامش شکست فیکه. خب الان از اینجا شروع کنم، یه لحظه بیارمش عقب‌تر. خب اینجا الان ماژوری که چیکار کرده؟ سقف ایجاد کرده. این ماژور کرده یا ماژور؟ آفرین. میام جلوتر میبینم شکستم کاملا فیکه و آپدیتش میکنم تا اینجا. خب بریم جلوتر. روی خود شادو نمیندازم. مجدد کفی که چیکار کرده؟ سقف ساخته برای من، یک مینور ایجاد کرده. حالا شاید هم مینور نباشه، ماژور باشه. کلا منظورش اینه که برخوردهایی که به کف رنج و باعث ایجاد سقف میشن ارزش و اعتباری ندارن. خب دوباره کفی که اومده سقف ایجاد کرده. خب تمام این صفحه در رنج تا کجا؟ تا اینکه اینجا قیمت شکسته شد و اینجا تبدیل شد به مقاومت من. خب این مقاومت 15 دقیقه. کف من اینجا دیگه شکست و حتی تثبیت هم داد. حالا پس این کف ها و این سقف ها برای من اهمیتی نداره چون در رنج برای من شکل گرفتن. خب حالا بین این سه تا سقف، البته این که دیگه هیچی کار به این گرم. تو این دوتا سقف شما هم میتونی وارد معامله بشین. توی این دوتا وارد معامله بشین. ولی حواستون باشه که در دل رنج اسمارت مانیه و عرضه اصلی شما اینجا و قیمت هم الان رسیده به حمایت 4 ساعته. حالا همین عرضه 4 ساعته رو برم توی تایم عرضه 15 برم توی تایم 4 ساعته دقیقاً افتاده روی عرضه 4 ساعته. می‌بینید؟ در خود تایم فریم 4 ساعته هم همینجا هست. یعنی این ناحیه خیلی قدرتمنده. اگر این ناحیه عرضه 15 دقیقه که با عرضه 4 ساعته اگر که یک جا افتاده اگر بشکنه قیمت به خوبی میتونه بیاد این سقف رو ببینه. میتونه خیلی قشنگ سقف رو ببینه. چون دو تا ناحیه رو شکسته. یک، آخرین سقف نزولی مومنتوم رو شکسته. دو، سطح عرضه 4 ساعته رو، یعنی دو تا ناحیه معتبر قوی رو شکونده و خیلی راحت میتونه به صعود خودش ادامه بده. حتی در تایم 4 ساعت هم که ببینید شکست ها از کف همه فیک بودن و یک سقف رو ساختن. درست. من هفته گذشته از برخوردهای عرضه 15 دقیقه به پایین سلشو گرفتم، مجددا که ماژور ساختش مجددا سل گرفتم و الان کندل آخر مقاومت رو شکسته دیگه. درسته؟ کندل اسپایک بزرگی که داشت شکونده، حتی تثبیت هم داده. تثبیتش تو تایم 15 مهمه. ببینید تثبیتش توی تایم 15 مهمه. برایند سه کندلی، سه تا کندل برایندشون به نزول بوده. خب حالا اینو ببینید، این عرضه 15 دقیقه اینجا، خب که الان رسم کردم که الان 15 دقیقه است. عرضه 15 دقیقه اینجا، خب که در دل رنج اسمارت مانی هست و یه کمی هم ریس داره. ببین چقدر میشه تو تایم 4 ساعته قشنگ نگاش کرد. همین در تایم 4 ساعت هم مجدد یه دونه عرضه است. ببینید دقیقاً توی 4 ساعت هم یه عرضه است. پس اگر خواستی ریس بکنید برای سل، به نظر من روی این عرضه ریس بکنید، نه عرضه پایین ترش. من ترجیحاً روی این بهتر ترجیح میدم که ریس بکنم.
اگه قرار ریسکی داشته باشن. صحیح. خب اینم تا اینجا. خب سوال دیگه نیست بچه‌ها؟ عذر میخوام خانم یوسفیان، بله سال آخرم این بود که در مورد فرمودین پوند دلار، درسته؟ پیشنهادتون بود. پوند دلار در مقایسه بر اساس تجربتون، بر اساس شناختتون، در مقایسه با طلا چه مزیتی داره، چه شباهتی داره و چه ویژگی داره؟ میخواستم یعنی شناخت پیدا کنم از پوند دلاری که فرمودین. بله ببینید خانم یوسفیان عذرخواهی میکنم قطع شد، من تشکر میکنم از شما. خواهش میکنم. ببینید این که گفتم پوند دلار و نقره، خب من خودم تستش رو نکردم، خب اصلا حتی سمتشون هم هنوز نرفتم، ولی همین جوری که رهگذر میرفتم چارتش رو میدیدم، میدم حرکات یک کمی منطقی تری دارن، ساختارهای قشنگ تری بهم میدن. فقط بر اساس اینها گفتم اگه قرار باشه برم سمت نقره و پوند، که خب این پیشنهادم که به دانشجوام داده بودن، برای دانشجوام گفته بودن که پوند و نقره خیلی به نسبت به یورو خیلی بهترن. یورو یه خورده حرکاتش نگاه غیر منطقی و شارپیه، ولی نقره و پوند نه. نقره حتی با طلا توی یک راستا هست، خب حتی خیلی نزدیک به طلاست. پوند به خاطر حرکات منطقی تری که داره. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، ولی فکر کنم نقره اسپردش خیلی زیاد باشه و یه جورایی اذیت کنه داره. حالا شاید توی تایم بالا شما ساختار رو نگاه می‌کردین. یه بار این اشتباهی کردم توی نقره، خیلی اسپردش حجیمه، بزرگه. فکر نکنم کارایی داشته باشه، ولی تستش نکردم فعلا، ساختاری فقط کمی تستشون کردم. بسیار خیلی ممنونم از شما، دستتون در نکنه. خواهش میکنم. خب دوستان با اجازهتون دیگه من برم. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. امیدوارم که تونسته باشم که به خوبی توضیح داده باشم. اگر جایی کم و کسری داشت به بزرگی خودتون ببخشید، و اینکه حالا انشاءالله توی جلسات بعدی سعی میکنم که خب هم مطالب رو خیلی بهتر و واضحتر بهتون انتقال بدم. شب خوبی داشته باشید و امیدوارم هفته معاملاتی که فردا شروع میشه هفته معاملاتی خوبی و پرسودی رو داشته باشین. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.